امیر گفت این توهمه، بیا جلو. روی دیوار با دود نوشته‌ای دیده شد: خروجی را پیدا کنید قبل از اینکه آنها شما را پیدا کنند. نیلو لرزید. شاید باید برگردیم. امیر بی تفاوت گفت: دیر گفتی. رسیدند به اتاق عمل. تخت‌ها سوخته، ابزارهای ذوب شده، اما روی زمین خون تازه بود. ردش میرفت سمت گوشه اتاق. یک جسد بدون صورت آنجا افتاده بود. پوست صورتش کامل کنده شده بود، انگار تازه اتفاق افتاده. نیلو گفت: امیر، این یکی واقعیه. قبل اینکه حرفش تموم شه، در پشت سرشان با ضربه بسته شد. چراغ‌ها چشمک زدند و ناگهان جسد ناپدید شد. وقتی چراغ دوباره روشن شد، صدایی از سقف: خررره. موجودی از سقف آویزان بود، دستها کشیده، پوست پاره، لبی که از گوش تا گردن باز شده بود. موجود به سمتشان خزید. آریا زمان نداشت تمرکز کنه، فقط دوید. راهروها بی پایان شدند، هر طرف می دویدند، دوباره به همان اتاق عمل برمیگشتند. آریا فریاد میزد: ما توی هزار توی زنده گیر کردیم. موجود جهید و با ناخن‌های مثل چاقو تکه‌ای از شانه امیر رو برید. امیر زمین افتاد و خون فواره زد. نیلو و آریا مجبور شدند ولش کنند. صدای جویده شدن گوشت پشت سرشان پیچید. نیلو گریه کنان گفت: امیر، ببخش. در انتهای راهرو یک در خروج اضطراری بود. روی آن با خون نوشته شده: بازش کنید، یکی از شما کم می شود. اگه میخوای بقیه داستان واقعی رو بشنوی، حتما به پیجم سر بزن و قسمت بعدی رو ببین. خبرهای خوبی برات دارم.